هلو گایز، خوش اومدید به این ویدیو. بتمنی هستم. خب به انا اومدیم توی این ویدیو ببینیم که کدوم ماپ ها اسکلن، کدوم ماپ ها که تیزهوشن یا باهوشن. او مای گاد، ببینیم کدومشون میتونن از روی این همه راه ها بیان. مانع ها رو ببینید اینجا رو ببینیم میتونن چطوری از روشون بیان، کدوم ها میتونن بیان. بعد غذاهای مورد علاقه شون رو میاریم جلوشون، جدی میفرمایی؟ ببینیم چطوری میتونن بیان. خب ما یه دونه پیگ آوردیم، شیپ آوردیم، چیکن آوردیم، یه دونه که آوردیم، یه دونه زامبول آوردیم، زامبو بیبی. با یه دونه سیاپوس که حالا ما ولش کنیم. خب میخوایم اینا رو رتبه بندی کنیم، ببینیم کدومشون اول میشن، کدومشون دوم میشن، کدومشون سوم میشن، یا چهارم یا پنجم یا ششم. حالا 6 نفرشون رو آوردیم، یه دونه سیاپوسی آوردیم و حالا ما که نجات پرست نیستیم ولی اوکی. خب بریم پیگو ببینیم چطوری میره. راهشو باز میکنیم. خب بیاد ببین. بودو اگه بتونه بیاد خیلی خوب. اوه خب این از پیگ. ببین خب پیگ تونستش. خب پیگ شد نفر اول فعلا. ببین کدومشون تندتر میتونه بره. حالا بریم این شیپ گوزبالاوز. خب باش وایسا من یه چیزی برات بیارم. خب بیا اوهو آقا اینم حالا شد دومینم تیز شد. قیافت نمیخوره با تو هم رفت پایین. حالا ولش کن. بریم ببینیم که این موقع چی کار میکنه. تخم گذاشتی برامون که جوجو. خب ببینیم چی کار میکنه. آخه نه مردش. خب بریم گاوه چیز. خب مرغ شد نفر سوم فعلا. آخرش رتبه بندی های اصلی میکنیم چون معلوم نیست کی میبازی کی میبره. بریم این گاوه رو تست کنیم. بیا آها ماشالله بیا همه قربونت بره. اینم که تونست. خب باش فعلا گاوم شد سوم، مرغ شده چهارم. خب بمیر میگم. خب بچه ها ما شب کردیم بازی ها. با زورم زامبور بیبی آوردیم. خب اما بیا بفرم. اوه چه تون رید متاسفانه گرده بعدی به بار برد. حالا رحمت لسه. خب شدش پنجم، ولی چون از مرغ کم زیادتر اومد تونتر اومد میشه چهارم. بچه تا اینجا اینا رو رتبه بندی کردیم. حالا بریم سیاپوسته. حالا که من نجات پرست نیستیم چون من بهش میخوام شیر بدم، با رنگ پوستش هم مخالفه. الان وقت بارون اومدنه. خب من براش شیر آوردم. راهش هم بذاریم. اما بیام شیر بخور. من آب پرتقال میخوام. حیوان بدبخت. بلش رو کس خود. خب بچه هم ویلیجر بیا تو شیر بخور. بیا بخوری. خب بچه ها دیدیم که خیلی هاشو گاو بودن مثل همین سیاپوسته. حالا من به سیاپوسته توهین نمی کنم، این یه شوخی بود، یه بازی بود. سیاپوسته اونم اگه گفتید اسمش چیه هر کی تو کامنت ها بگه جایزه داره. خب یه آدم آشنا یه رفیقمه، حالا بهتون میگم. خب بچه ها این از این رتبه بندی میکنیم. نفر اول خوک شد. آره نفر اول شدش خوک. نفر دوم گاو شده. نفر سوم هم شدش چی بود اسمش؟ گوسفنده شد.
خب پس میگم نفر اول خوک، نفر دوم گاو، نفر سوم گوسفند، نفر چهارمم زامبول بیبی که خیلی تند اومد، نفر پنجمم مرغ شد که کلا آروم اومد، ششمم که اصلا نمیخوام بهش بگم. پرتقال چیه؟ ده شیر من بهت دارم میدم. خب بخش شیر یه چیز مهم توی زندگی و خیلی از این چیزا. لایک و کامنت یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره، یه کامنت قلب نارنجی هم برام بذارین، منم نارنجی دوست دارم مثل همین آب پرتقالی که اینجاست، اورنج جوس. آب پرتقال. خب این سیاپوسته هم بدش کنید. خب کار ندارید تا ویدیوی بعد. خدا حافظ. سابسکرایب یادتون نره ها.